عرض بکنم که موضوع کاشت خشخاش با توجه به نیازهای دارویی به خصوص در دسته ضد دردهایی که وجود داره جز موضوعاتی هستش که ریشه داره از قبل از انقلاب و ایران به صورت کاملا داوطلبانه از قبل از انقلاب میکاشت، بعد از انقلاب از کاشت خشخاش انصراف داد و رفت سراغ واردات و بعد با توجه به آمدن در تغییراتی که در افغانستان صورت گرفت و تغییراتی که طبیعتاً در جریان‌های سیاسی اونجا وجود داشت، منابع ما به سرعت رو به کاهش گذاشت. لذا راهی که برای این قضیه وجود داشت یا واردات بود یا تامین داخل که طبیعتاً با توجه به اینکه امکان کاشت وجود داره و از اون طرف تامینش ممکنه یکم ما رو دچار ناپایداری بکنه با توجه به تحریم هایی که وجود داره و بعضاً سایه های سیاسی متاسفانه رو موضوعات ما انداخته میشه، جمع‌بندی بر این شد که به سمت تولید داخل بره. طبیعتاً با همه سازوکارهای نظارتی که برای این قضیه وجود داره این کار انجام خواهد شد و مسلماً در حوزه پیوسته اجتماعیش شما عزیزان یکی از بازیگران اصلی هستید که میتونید کمک بکنید به اینکه این موضوع درست به سرانجام برسه.